به چنل ایرانگردان خوش آمدید. مرتضی نیکوکار هستم. بریم با هم قلعه شادش نوندان از نزدیک ببینیم. قبل رفتن یادتون نره لایک و سابسکرایب کنید. آخر ویدیو هم برامون کامنت انگلیسی بذارید. یک مسیر مارپیچ بسیار خوب. مارپیچ بودن مسیر توی پیاده روی توی کوه باعث میشه که خسته نشید. دقت کنید چه مسیر خوبی. این مسیر اگه می‌خواستی صاف بیای بالا از کوه زیاد خسته میشید، اما چون همین پیچایی که خورده باعث خستگی کمتر ایجاد شه تو بدنت. خب بالاخره رسیدیم قسمت مهم قلعه شادش. این قسمت شاهنشین و شاهزاده بوده. همونجوری که شما مشاهده میکنید تشکیل این خونه از ساختار این خونه از گل، ساروش و خاک است. برجک‌های قلعه شادش است. توی این قلعه سنگی تعداد زیادی برجک استفاده شده که دو دلیل مهم داشته. برجک‌ها یکی برای دیدبانی استفاده می‌شده که نگهبان می‌اومده بالای برجک می‌ایستاده و دیدبانی می‌کرده برای برجک، برای قلعه. و دلیل دوم استفاده از برجک توی این قلعه این بوده که کار ستون الان انجام داده توی ساخت و ساز. این استحکام قلعه رو نگه می داشته که دیواراش تخریب نشه توی زمان طولانی. خب رسیدیم قسمت دوم قلعه شادش. این قسمت که مشاهده میکنید خونه‌های شاهنشین این قلعه بوده. مساله به کار رفته به جز سنگ اگه مشاهده کنید از گل و خاک و ساروج استفاده شده برای خونه‌های شاهنشین. بعد 1 ساعت و نیم پیاده روی رسیدم بالاترین نقطه قلعه شادش. 1400 متر ارتفاع، 2 برابر برج میلاد. این قسمت که مشاهده میکنید آب انبار است. سقفش بازه. یکی از دلایل باد بودن سقف آب انبار این است که توی فصل زمستون به وسیله آب باران و برف آبگیری میشه و در فصل تابستان برای آبگیری آب انبار از روستاهای اطراف شهر نوندان به وسیله کارگر آب رو می‌آوردن داخل آب انبار برای مصرفشون استفاده کنند. پایان ویدیو رسیدیم. امیدوارم که به همگیتون خوش گذشته باشه. لایک و سابسکرایب یادتون نره. تو کامنت ها هم بنویسید به انگلیسی که دفعه بعد کجا بریم.